به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما نازنینان. امیدوار هستم که حالتان خوب باشه، جور و صحتمند باشین. امروز با جلسه سوم از فصل 5 در خدمت شما شاگردای نازنین هستم که مواد درسی که امروز میخوایم براتون آموزش بدیم به این صورت هستن. در ابتدا میاییم برای شما ساختمان الکاین ها رو تشریحات میدیم که الکاین ها ساختمانشان به چه شکل هستن و بعد میاییم در رابطه با نامگذاری الکاین ها با شما نازنینان صحبت میکنیم که الکاین ها رو چگونه نامگذاری میکنیم و دیگه بحث دیگه میاییم در رابطه با تعاملات الکاین ها با شما نازنینان صحبت میکنیم که چی مرکباتی با یکدیگر مختلط میشن و برای ما الکاین ها را تشکیل میده. و بعد بحث آخر امروز ما در رابطه با استحصال استیلین هستن که یک مرکب مهم و اولین مرکب از خانواده الکاین ها هستن. خب شاگردای نازنین آماده باشین که می رویم درس امروز با شما عزیزان آغاز کنیم. ساختمان الکاین ها. دانش آموزای عزیز، شاگردای نازنین، الکاین ها هیدروکاربن هایی هستند غیر مشبوع که رابطه مابین اتم های کربن رابطه سه‌گانه هستند. به این معنا که دو رابطهش پای هستند و یک تا از رابطه هایش سیگما می باشه. فرمول عمومی که این نوع مرکبات داره CnH2n-2 هستند که اگر دو اتم هیدروژن ما از الکین ها تجرید کنیم، الکاین مورد نظر با وجود می آید. خب می‌ریم در قالب یک مثال برای شما نشان میتیم ساختمان الکاین ها که به چه صورت هستن. خب همونطور که شاگردای نازنین میبینین در این قسمت ساده ترین الکاین رو برای ما نمایش میده با دو اتم کربن. همونطور که مشاهده میکنید رابطه ای که مابین اتم های کربن هسته در این قسمت رابطه سه‌گانه هسته که دو رابطه پای داره و یک رابطه سیگما که مابین دو رابطه پای قرار گرفته. خب از فرمول CnH2n-2 هم باید پیروی کنه به این صورت که n تعداد اتم های کربن در فرمول مورد نظر جایگذاری میکنیم، میبینیم که از فرمول پیروی میکنه یا خیر. خب فرمول نوشته میکنیم CnH2n-2. تعداد اتم های کربن در اینجا چند تا هست شاگردای نازنین؟ 2 تا هست. صحیح است. خب 2 را جایگذاری میکنیم، میشه به این صورت C2H 2 ضرب در 2 میشه 4 منفی 2 میشه 2. خب در این ساختار نگاه کنید. بله متوجه میشوین که دو اتم کربن هستن و دو اتم هیدروژن. بنابراین مرکب مورد نظر ما چون از رابطه CnH2n-2 پیروی کرد، یک الکاین به حساب می آید. ویژگی دیگه‌ای که الکاین ها داره شاگردای نازنین این است که نوع هایبرید در این نوع مرکبات از نوع sp هستند. خب حالا میایم چگونه براتون مشخص میکنیم که چگونه الکاین ها دارای این نوع هایبرید هستن. با انواع و قسم های مختلفی از هایبرید ها در درس های گذشته شما دوستان نازنین آشنایت پیدا کردین. حالا میایم در اینجا در مورد الکاین ها براتون تشریحات میدیم که چرا هایبریدشان sp می باشه. خب باز به ساختار اولین مرکب که از خانواده الکاین ها هسته و با دو اتم کربن هسته دقت میکنیم. نگاه میکنیم در این قسمت در اطراف اتم کربن چند ساحه موجود هسته که از روی تعداد ساحه میتونیم نوع اسپی را مشخص کنیم به این صورت که هر رابطه یگانه یک ساحه به حساب می آید و هر رابطه دوگانه و سه‌گانه هر کدام یک ساحه به شمار می آید. خب در اینجا در اطراف اتم کربن دوستان نازنین چند ساحه مشاهده میکنی؟ 1 2. در اطراف یک اتم کربن ما 2 ساحه مشاهده کردم. درست است؟ تعداد ساحه 2. زمانی که تعداد ساحه مساوی 2 میشد شاگردان نازنین نوع هایبرید میشد چی؟ نوع هایبرید میشد SP که جمعی طاقت 1 و 1 میشد 2.
پس نوعی هایبرید اینجا چون تعداد ساحه ها 2 شد میشه sp. به این معنا که یک اوربیتالی s میآید تداخل پیدا میکنه با یک اوربیتالی p که p x هم میباشه. از تداخل این یک اوربیتال s و یک اوربیتال px 2 اوربیتال برای ما به وجود می آید به نام sp که از این 2 اوربیتال sp شاگردان نازنین یک اوربیتال sp از یک اتم کربن و یک اوربیتال sp دیگه از یک اتم کربن دیگه به صورت مستقیم با یک دیگر تداخل پیدا میکنه و رابطه سیگما را برای ما به وجود میاره که در شکل مقابل هم شما این رابطه سیگما را در این قسمت مشاهده میکنید. و اما دو رابطه پایی که در مابین اتم های کربن در ساختار الکان ها موجود هسته چه قسم به وجود می آید؟ اگر یادتان باشد در درس های گذشته ما گفتیم 3 اوربیتال p داریم، درست است؟ اوربیتال px، py و pz. خود اینجا اوربیتال px با اوربیتال s تداخل پیدا کرد. باقی میمونه 2 اوربیتال دیگه که یک اوربیتال py هستن و یک تا دیگه اوربیتال pz هستن که از تداخل جانبی 2 اوربیتال pz یک رابطه پای به وجود می آید و از تداخل 2 اوربیتال py با یک دیگه یک رابطه پای دیگه تشکیل میشه و به این ترتیب 2 رابطه پای همونطور که در شکل مشاهده میکنید شاگردان نازنین در این قسمت در بالا و پایین با وجود می آید. این شد نوع هایبرید الکاین ها که sp هستن و تشریحات لازم را برای شما دوستان عزیز دادم. حالا میاییم ببینیم که الکاین ها چگونه نامگذاری میشن. در نامگذاری الکاین ها ما به 2 روش عمل میکنیم، یک روش اشتقاقی و 2 روش آیوپک یا سیستماتیک هم به آن گفته میشه. حالا میایم هر کدام را برای شما تشریحات لازم را میتیم. نامگذاری الکاین ها بر روش اشتقاقی به چه صورت هسته؟ ما به طریق 2 مرحله میتونیم الکاین ها را به روش اشتقاقی نامگذاری کنیم. مرحله اول این هسته که میاییم 2 اتم کربن را که رابطه سه‌گانه مابینشون موجود هسته را مشخص میکنیم، بعد نامش قرار میدیم استایلین و در مرحله بعد میاییم بقیه اتم های کربنی را که به کربن استایلین متصل هسته را با عنوان یک الکایل در نظر میگیریم و نامشان از کوچک به بزرگ نوشته میکنیم. خب حالا میاییم در قالب 2 مثال با یک دیگر کار میکنیم که به چه صورت به روش اشتقاقی میتونیم الکاین ها را نامگذاری کنیم. خب به مثال های زل توجه کنید شاگردان عزیز. مرکب اول CH 3 رابطه C رابطه CH تو رابطه CH3 هستن، میخوایم این را نامگذاری کنیم. مرحله اول 2 کربنی را که رابطه سه‌گانه مابینشان موجود هست را مشخص میکنیم و نامش استایلین قرار میدیم. استایلین و بعد اتم کربن را که به کربن استایلین متصل هست را به عنوان الکایل در نظر میگیریم. خب این میشه الکایل ما، درست است؟ خب الکایل ما چون دارای 2 اتم کربن هستن پس بنابراین نامش میشه چی؟ نامش میشه ایتایل. پس نام مرکب به روش اشتقاقی میشه ایتایل استایلین. حالا مرکب دیگر نامگذاری میکنیم. کربن استایلین را مشخص می‌کنیم، کربنی که رابطه سه‌گانه داره و مابقی کربن هایی که با آن اتصال داره به عنوان الکایل در نظر میگیریم. خب نام الکایل ها را از کوچک به بزرگ نوشته میکنیم. خب الکایلی با یک اتم کربن کوچکتر هسته نامش هم میشه چی؟ میتایل. و بعد الکایل دیگه که 3 اتم کربن دارن نامش میشه چی؟ پروپایل. پروپایل. خب یک نکته شاگردای عزیز دقت کنید. در ساختار پروپایل نگاه کنید. زمانی که یک گروپ میتایل در قسمت بر روی کربن نمبر 2 قرار گرفته باشد، در این صورت پیش از نام الکایل از پیشوند ایزو استفاده میکنه. پس اینجا میشه چی؟ ایزو پروپایل. و در آخر هم
استایلین را نوشته میکنیم. استایلین. پس نام این مرکب شد چی؟ میتایل ایزوپروپایل استایلین. این شد روش اشتقاقی نامگذاری الکاین ها که بسیار مهم هست و در سوالات کنکور هم به آن اشاره زیاد شده. و اما روش آیوپک در نامگذاری الکاین ها به روش آیوپک باز مانند نامگذاری الکین ها به روش آیوپک عمل میکنیم. فرقش این است که در نامگذاری الکاین ها به جای پسوند ENE از پسوند YNE استفاده میکنیم. حالا میاییم دو مثال در رابطه با روش نامگذاری آیوپک الکاین ها کار میکنیم. مرکب اول به این صورت هست CH C رابطه C رابطه C رابطه CH رابطه CH رابطه CH3. خب اولین مرحله که در نامگذاری آیوپک در روش آیوپک عمل میکردیم به این صورت بود که زنجیره ای که طویل ترین هسته را انتخاب میکردیم. خب طویل ترین زنجیره ما این هسته. دقت کنید شاگردای عزیز، طویل ترین زنجیره که انتخاب میکنیم حتما دارای رابطه سه‌گانه باشه. خب حالا شروع میکنم به نمبر گذاری. نمبر گذاری را از سمت انجام میدم که به رابطه سه‌گانه نزدیکتر باشم. در اینجا یعنی از سمت چپ انجام میدم. پس میشه 1 2 3 و 4. حالا نامش را نوشته میکنم. اول چی نوشته میکنم؟ نمبر کربنی که دارای معاوضه هسته. معاوضه های ما چون 2 تا هستن 2 بار 3 را نوشته میکنم. بعد نام الکل چون معاوضه ما یا الکل ما 2 تا هسته و مشابه به یک دیگه، پس از پیشوندی 2 استفاده میکنم و بعد نام الکل که میتایل هسته. بعد میام چیکار میکنم؟ نمبر کربنی که دارای رابطه سه‌گانه هسته. چند هسته نمبرش؟ 1. خب بعد میایم نام زنجیره اصلی را نوشته میکنم به صورت الکاین که پسوند آخرش چی هسته؟ YNE هسته. خب چون زنجیره اصلی ما دارای 4 اتم کربن هسته، پس نامش میشه بیوتاین. این میشه نام این مرکب مورد نظر. خب دیگه مثال کار میکنیم. باید دیگه زنجیره اصلی طولانی ترین زنجیره که دارای رابطه سه‌گانه هسته، نمبر گذاری از سمتی که به رابطه سه‌گانه نزدیکتر باشه، یعنی از سمتی چپ در اینجا. خب حالا نامش میشه 1. اول میاییم نمبر کربنی را که دارای معاوضه هسته، بعد نام معاوضه که میتایل هسته، بعد نمبر کربنی که رابطه سه‌گانه برای او قرار گرفته چند هسته؟ 1. بعد نام زنجیره اصلی چون دارای 4 اتم کربن هسته میشه بیوتاین. پسوند YNE میگیره. میشه نامی مرکب مورد نظر ما. این شد از روش آیوپک. خب در ادامه میایم در رابطه با تعاملات الکاین ها با شما دوستان عزیز صحبت میکنیم که الکاین ها چه نوع تعاملات را انجام دادن میتوانند. و طور کلی 5 تعامل را الکاین ها انجام داده میتوانند. تعامل اول تعامل جمعی هست که تعامل جمعی خود به 2 دسته منقسم میشه: نسب هالوژن ها و نسب هیدروژن هالوید ها که در ادامه به طور مفصل براتون تشریحات لازم را میدیم. تعامل دوم تعامل هیدروژنیشن هست که در اینجا الکاین ها میآید با مولکول های هیدروژن تعامل میده. تعامل نوع سوم تعامل هیدریشن هست که با مولکول آب تعامل میده در حضور سلفوریک اسید. و تعامل چهارم هم تعامل اکسیدیشن هست که در اینجا الکاین ها باز می آید با مولکول های آب ولی در حضور پتاسیم پرمنگنات تعامل را انجام میده. و آخرین تعامل هم تعامل تعویضی هست که باز قسم های مختلفی داره که در ادامه براتون تشریحات لازم را میدیم. و اما تعامل جمعی که به 2 دسته منقسم می شد: 1 نسب هالوژن ها، 2 نسب هیدروژن هالوید ها. هر کدام را میایم براتون مثال کار میکنیم. مثال اول که در رابطه با نسب هالوژن ها هست به این صورت هست: CH سه رابطه CH جمع Br2. سعی کنید که چه رقم میخوانید که این تعامل انجام میشه. خب در این قسمت نگاه کنید.
رابطه ای پای که ضعیفترین رابطه ما بین اتم های کربن هسته شکسته میشه از این قسمت و مولکول برومین هم که رابطه یگانه هسته از این قسمت شکسته میشه و یک تا اتم برومین بر روی این کربن نصب میشه و یک تا اتم برومین دیگه به این کربن نصب میشه و محصول من میشه به این صورت CH بیار دو رابطه، یک رابطهش از بین رفت، CH رابطه بیار. این میشه محصول مورد نظر ما. مثال دیگه باز در اینجا رابطه پای از اینجا قطع میشه، در مولکول آیودین هم این رابطه قطع میشه، یک اتم برومین بر روی کربن و یک اتم برومین دیگه میآید بر روی یک اتم کربن قرار میگیره. محصول من میشه به این صورت CH رابطه آی دو رابطه CH رابطه آی رابطه CH3 مابقی رابطه ها هم که به همین صورت نوشته میشه. پس شد از تعامل جمعی الکاین ها که الکاین مورد نظر با هالوژن ها تعامل میداد. مثال دوم که در رابطه با نوع دومی تعامل جمعی هست، یعنی نصب هیدروژن هلاید ها که یک اتم هیدروژن و یک هالوژن به سر دو اتم کربن الکاین ها متصل میشن. خب این دو مثال با دیگه کار میکنه. باز در اینجا رابطه پای شکسته میشه و در این قسمت هم رابطه بین اتم فلورین و هیدروژن شکسته میشه. یک تا اتم هیدروژن در این قسمت نصب میشه و یک تا اتم فلورین هم بر روی این اتم کربن در این قسمت نصب میشه. خب محصول من میشه به این صورت CH دو رابطه CH رابطه F. این میشه محصول مورد نظر ما. مثال دیگه باز در این قسمت نگاه کنیم، این رابطه شکسته میشه و در این مولکول هم این رابطه شکسته میشه و این اتم هیدروژن میاد به سر این اتم کربن و اتم برومین هم به سر این اتم کربن نصب میشه و محصول من میشه به این صورت CH3 رابطه CH2 رابطه C که در اینجا یک اتم هیدروژن نصب شد، درست است. خب دو رابطه C در این قسمت هم یک اتم برومین نصب میشه و رابطه CH3 که خودش باقی میمونه. این شد از تعاملات نوع دومی جمعی الکاین ها. و اما تعامل دیگه تعامل هیدروژنیشن الکاین ها که الکاین ها میآید با مولکول هیدروژن تعامل میده. خب در اینجا هم به همین قسم رابطه پای در این قسمت شکسته میشه، رابطه هم که ما بین اتم های هیدروژن هست در این قسمت شکسته میشه و هر کدام از این اتم های هیدروژن بر روی کربن ها در این قسمت نصب میشه. پس فرمول میشه به این صورت CH دو رابطه CH2 که یک الکین هسته. خب در این قسمت هم مثال دیگر نگاه کنید. در این قسمت رابطه پای از بین میره، رابطه هم که ما بین اتم های هیدروژن هسته شکسته میشه به این صورت و اتم های هیدروژن میآید در این قسمت نصب میشه. پس فرمول من میشه به این صورت CH3 رابطه CH2 که خودشان نوشته میشه رابطه CH2 رابطه C دو رابطه در این قسمت یک اتم هیدروژن علاوه شد، درست است. در این قسمت هم یک اتم هیدروژنی دیگه. این شد محصول مورد نظر ما. تعامل دیگه تعامل هایدریشن الکاین ها هستن که به این تعامل خوب شاگردای عزیز دقت کنید که به چه قسم انجام میشه. این تعامل یک مقدار پیچیده هست ولی خب اگر خوب حواستون رو به من بدین میتونید خوب یاد بگیرید. تعامل هایدریشن الکاین ها در اینجا الکاین ها میآید با مولکول آب که H2 هست در حضور سلفوریک اسید تعامل میده. خب ببینید تعامل به چه قسم انجام میشه. در اینجا مولکول آب که از یک اتم هیدروژن و یک اتم هیدروکسیل
تشکیل شده و یک گروپ هیدروکسیل، در این قسمت رابطه ما بینشون شکسته میشه و رابطه پای هم در این قسمت ما بین دو اتم کربن شکسته میشه. اتم هیدروژن میایه به سر این کربن نصب میشه و گروپ هیدروکسیل هم میایه به سر این اتم کربن نصب میشه. حالا ببینید محصول چی میشه. CH دو رابطه، خب اینجا یک اتم هیدروژن علاوه شد، درست است. خب CH رابطه OH. خب دقت کنید شاگردای عزیز به این ساختار که یک گروپ C رابطه OH در مجاورت یک رابطه دوگانه قرار گرفته، به این ساختار وینایلی گفته میشه. ساختار وینایل. ساختارهای وینایلی ساختارهای فوق‌العاده ناپایدار هستند و به این شکل در تعاملات قرار نمیگیره. به دو شکل دیگه در میآید، یا به شکل یک کیتون هستن یا به شکل یک الدیهاید در میآید. اگر یادتان باشه شاگردای نازنین، یا به شکل کیتون در میآید یا به شکل یک الدیهاید. اگر یادتان باشه شاگردای نازنین در درس های قبل ما برای شما فرمول عمومی کیتون ها و الدیهاید ها رو براتون گفتیم که به چه قسم هست. فرمول کیتون ها چی هست؟ به این صورت: C R رابطه C دو رابطه O رابطه R. R میتونه یک اتم کربن باشه. ساختار الدیهاید ها هم به این صورت: C دو رابطه O که در این قسمت اتصال داره با R، در این قسمت هم اتصال داره با H که یک طرف اتم هیدروژن هست و یک طرفش R هست که R میتونه یک الکایل باشه که اتم کربن داره. خب در چه صورت ساختار وینایلی ما میتونه به کیتون در بیایه و در چه صورت میتونه به شکل الدیهاید در بیایه؟ خب دقت کنید شاگردای عزیز، در صورتی که گروپ C رابطه OH یک طرفش به اتم هیدروژن اتصال داشته باشه، یک طرف دیگهش به یک اتم کربن اتصال داشته باشه، در این صورت ساختار الدیهاید پیدا میکنه. اما اگر گروپ C رابطه OH از یک طرف به یک اتم کربن و از یک طرف دیگه هم به یک اتم کربن دیگه متصل شده باشه، به شکل یک ساختار کیتونی در میآید. حالا میاییم چون این ساختار یک طرفش اتم هیدروژن هست و یک طرفش اتم کربن هسته، پس باید به شکل یک الدیهاید در بیاید، درست است؟ حالا به چه قسم به این شکل در میاد؟ به این صورت: CH2 را دوباره اینجا نوشته میکنیم. CH2 دو رابطه C رابطه OH رابطه H. در این قسمت نگاه کنید، اتم هیدروژنی که در گروپ هیدروکسیل هسته میآید بر روی کربن CH2 نصب میشه و از این قسمت این رابطه پای از شکسته میشه و به جایش یک رابطه دوگانه در این قسمت بالای اتم کربن و پایین اتم اکسیژن به وجود میآید. حالا میبینیم محصول به چه صورت میشه. میشه CH3 رابطه C دو رابطه O رابطه H که یک الدیهاید هست. این شد ساختار مورد نظر ما. و اما تعامل اکسیدیشن الکاین ها. دوستان نازنین، این تعامل مانند تعامل اکسیدیشن الکاین ها مانند همین تعامل هایدریشن الکاین ها هستند. با این تفاوت که در حضور پتاسیم پرمنگنات این عملیه اتفاق میفته. خب باز حالا میاییم نگاه میکنیم که مکانیکیت این تعامل به چه صورت هسته. در اینجا رابطه ای که بین اتم هیدروژن و گروپ OH برقرار هستن شکسته میشه. رابطه پای از این قسمت شکسته میشه. یک تا اتم هیدروژن بر روی کربن و یک تا گروپ هیدروکسیل بر روی اتم کربن نصب میشه. محصول میشه به این صورت: CH2 دو رابطه COH رابطه CH3. خب باز این ساختار یک ساختار وینایلی هست ناپایدار، بنابراین یا به شکل یک کیتون در میاد یا یک الدیهاید، درست است؟ این ساختار وینایلی هست. خب یا به شکل یک کیتون در میآید یا به شکل یک الدیهاید، درست است؟ خب
چون گروپ C رابطه OH از هر دو طرف به اتم کربن اتصال داره، پس بنابراین ساختار یک کتون را برای ما تشکیل میده. کتون ها هم که فرمول عمومیش شما بلد هستین، به این صورت هسته. C دو رابطه O دو طرفش R، این هم که فرمول عمومی الدیهاید ها هست. C دو رابطه O یک طرفش R هست یا کربن، یک طرفش هیدروژن. حالا میایم این رابطه را فرمول دوباره نوشته میکنیم. خب در اینجا باز رابطه اتم هیدروژن میایه به سر این کربن نصب میشه، این رابطه از بین میره، در اینجا یک رابطه دوگانه تشکیل میشه. پس فرمول میشه به این صورت CH3 رابطه C دو رابطه O رابطه CH3 که دیدین ساختار یک کتون را پیدا کرد. و اما تعامل تعویضی الکاین ها. دوستای نازنین، این تعامل به سه قسم انجام میشه. قسم اول الکاین ها میآید در حضور سدیم اماید تعامل میتن. حالت دوم الکاین ها میآید با یک معرف گرینارد که RMgX هسته تعامل میده که X میتونه یک اتم هالوژن باشه. و نوع سوم الکاین ها میآید با محلول امونیایی نایتریت نقره یا محلول امونیایی نایتریت مس تعامل میده که هر کدام را می براتون جداگانه توضیح میدیم. تعامل الکاین ها با سدیم اماید ببینیم که به چه صورت انجام میشه. خب در این قسمت نگاه کنید شاگردای نازنین، به این اتم هیدروژن که اتم هیدروژن تیزابی هم گفته میشه چون در آخر زنجیره قرار گرفته، رابطه از قسمت شکسته میشه و در مولکول سدیم اماید هم رابطه بین اتم سدیم و NH2 در قسمت شکسته میشه. اتم هیدروژن میآید با NH2 تعامل میده، به صورت یک مولکول امونیا از تعامل کشیده میشه. پس H با NH2 میشه NH3 جمعی. اتم سدیم هم میآید به جای اتم هیدروژن جایگذاری میشه. پس فرمول میشه به این صورت CH3 رابطه C 3 رابطه C رابطه NA. این میشه محصول مورد نظر من. تعامل دیگه تعامل الکاین ها هستن در حضور معرفی گرینارد RMgX. خب باز نگاه میکنیم مکانیکیت این تعامل به چه صورت هستن. در این قسمت دوستای نازنین نگاه کنین رابطه ای که ما بین اتم هیدروژن و کربن هستن در این قسمت شکسته میشه. رابطه ای که ما بین CH3 و MgI هسته هم در این قسمت شکسته میشه. خب اتم هیدروژن با گروپ CH3 با هم تعامل میده، به صورت یک مولکول CH4 یا میتونه از تعامل کشیده میشه. پس یک مولکول CH4 از تعامل خارج شد. خب MgI هم میآید به جای اتم هیدروژن در این قسمت جایگذاری میشه. پس فرمول من میشه به این صورت I رابطه Mg رابطه C 3 رابطه C رابطه CH3. این شد محصول مورد نظر ما. و اما تعامل بعدی که الکاین ها در حضور محلول امونیایی نایتریت نقره و مس انجام میده به چه صورت هستن. خب به اینجا نگاه کنه شاگردای نازنین، این مولکول از کاتیون ها و انیون های تشکیل شده که اینجا براتون نشان میدیم. در اینجا اتمی سیلور یا نقره به صورت Ag مثبت هست چون ضریب 2 داره، 2 تا تولید میشه و همچنان 2 ضرب در 2 میشه 4 تا مولکول امونیا تولید میشه و 2 تا هم انیون NO3 منفی در قسمت تولید میشه. حالا هر کدام از اینها رو نگاه میکنیم که با چه مولکول های تعامل میده. در رابطه CH
بذارید من این رابطه رو دوست دارم نوشته کنم. در این قسمت اتم کربن که رابطه داره با H، C رابطه H. این میشه فرمول مولکولی من. خب این کاتیون ها و انیون ها رو هم در این قسمت نوشته میکنم به این صورت. 4 تا NH3 جمع 2 تا NO3 منفی با یک چارج منفی. خب حالا نگاه میکنیم رابطه ای که ما بین اتم های هیدروژن و کربن هست در این قسمت شکسته میشه و دو اتم هیدروژن ما میآید با انیون NO3 منفی تعامل میتونه و به صورت نایتریک اسید از تعامل خارج میشه. پس محصول من میشه چی؟ 2 تا HNO3. درست است؟ خب دو اتم Ag مثبت هم که چارج مثبت داره میآید به جای اتم های هیدروژن در این قسمت قرار میگیره. پس فرمول میشه به صورت Ag رابطه C رابطه C رابطه Ag جمعی 4 مولکول NH3 هم که در این قسمت باقی میمونه. درست است؟ خب این شد از مکانیکیت این تعامل. و بحث آخر ما در رابطه با استحصال استیلین هست. استیلین که مهمترین و اولیترین مرکب از خانواده الکاین ها هست. به 3 طریقه استیلین استحصال پیدا میشه. طریقه اول هیدرولیز کلسیم کلوراید هست. طریقه دوم تعامل دایبرومو ایتان با KOH یا پتاسیم هیدروکساید و تعامل سوم تعامل کربن هست با اتم هیدروژن که میاییم هر کدام را جداگانه براتون توضیح میدیم. هیدرولیز کلسیم کلوراید که فرمول اومش به صورت هست CaC2 تعامل پیدا میکنه با دو مولکول آب. ببینیم تعاملش با چه قسم هست. در این قسمت این دو رابطه ای که ما بین اتم کلسیم و دو اتم کربن هستن شکسته میشه و در مولکول آب هم رابطه ای که ما بین اتم هیدروژن و OH هستن شکسته میشه و Ca که شما میدانید مربوط به گروپ 2 هستن و همیشه به صورت کاتیونی با چارج مثبت 2 موجود هستند. خب این میآید Ca مثبت 2 میآید با دو گروپ هیدروکسیل تعامل میده به این صورت میشه CaOH2. چرا ضریب 2 گرفته؟ به این خاطر که کلسیم مربوط به گروپ 2 هست و دو چارج مثبت داره. جمعی دو اتم کربن هم با دو اتم هیدروژن در این قسمت تعامل میده. یک تاش در اینجا یک تاش در اینجا نصب میشه و فرمول میشه به این صورت CH سه رابطه CH. این شد یکی از روش های استحصال استیلین که تعامل کلسیم کلوراید با مولکول آب هستند. تعامل دیگه تعامل دایبرومو ایتان هستن با KOH. خب در اینجا باز نگاه میکنیم رابطه ای که ما بین اتم های برومین و کربن هستش شکسته میشه و همچنان رابطه ای که ما بین اتم پتاسیم و هیدروکسیل هستن شکسته میشه در این قسمت. خب دو اتم برومین میآید با دو اتم پتاسیم در این قسمت رابطه میشه 2KBr پتاسیم برومید و در این قسمت هم دو اتم هیدروژن از تعامل خارج میشه بیرون کشیده میشه و با دو OH تعامل میتونه به صورت مولکول آب از تعامل بیرون کشیده میشه. پس میشه 2H2O. جمعی ما بقیه رابطه ها را نوشته میکنیم. در این قسمت چون یک اتم هیدروژن تجزیه شد پس میشه CH رابطه CH. خب چون دو اتم برومین از رابطه کم شد یک رابطه اینجا اضافه میشه علاوه میشه. چون دو اتم هیدروژن از تعامل کم شد پس یک رابطه دیگه به ازای هر دو اتم برومین و هر دو اتم هیدروژن که از رابطه حذف میشه یک رابطه علاوه میکنیم. پس این شد یکی از روش های دیگه استحصال استیلین.
و اما تعامل آخر که تعامل کربن هست با هیدروژن. ببینید تعاملش به چه قسم انجام میشه. اتم کربن شما میدونید مربوط به گروپ 14 هست، درست است؟ مربوط به گروپ 14. بنابراین دارای چند الکترون ولانسی هست؟ 4 تا الکترون ولانسی. خب میایم نگاه میکنیم اتم کربن دارای 4 تا الکترون، ما دو اتم کربن داریم، 4 الکترون ولانسی رو در اطرافش نوشته میکنیم به این صورت 1 2 3 4. هم که 1 2 3 4 یک رابطه، این دو رابطه، این سه رابطه تشکیل میشه. اتم هیدروژن هم مربوط به گروپ 1 هست، پس بنابراین دارای 1 الکترون ولانسی هست. اتم هیدروژن هم با الکترون های ولانسیش در این قسمت قرار میدیم، در اینجا هم یک رابطه تشکیل میشه و محصول من میشه سه رابطه C رابطه H رابطه H که یک استیلین هست. خب دوستان نازنین، درس امروز ما به اتمام رسید. امیدوارم که درس خوب فهمیده باشین. میاریم به سراغ سوالات کنکوری که مربوط به بخش امروز ما می باشن. سوال اول، محصول تعامل C رابطه CA جمع H2 عبارت است. خب این تعامل که پیشتر براتون گفتیم تعامل کلسیم کلوراید هست با مولکول آب که یکی از روش‌های استحصال استیلین هست که گفتیم تعاملش به این صورت هست. CA جمع H2O که رابطه از اینجا شکسته، این رابطه از اینجا، رابطه بین H و OH هم در این قسمت شکسته میشد و بین CA و OH یک رابطه به وجود می آمد، میشود CaOH 2. در اینجا یک ضریب 2 هم باید قرار بگیره به این صورت دوستان نازنین، چون 2OH با CA دو چارج مثبت تعامل میده. خب اتم های هیدروژن هم به سر کربن ها قرار میگیره و محصول میشه به این صورت CH سه رابطه CH که C2H2 هسته. پس جواب صحیح میشه گزینه سوم. سوال بعدی، فرمول جمعی مرکب هپتاین عبارت است از گزینه 1 C5H8 گزینه 2 C5H10 گزینه 3 C7H12 و گزینه آخر C5H12. خب نگاه میکنید به مرکب هپتاین که از کدام دسته قرار گرفته و فرمول عمومیش به چه صورت هسته. هپتاین که نام لاتینش به این صورت هسته، هپتاین. خب از پسوند یعنی متوجه میشه یک الکاین هسته و رقم لاتین هپتا به معنای 7 اتم کربن هسته. پس مرکب مورد نظر الکاینی هسته با 7 اتم کربن. فرمول عمومی الکاین ها را پیشتر براتون گفتیم چی هسته؟ CnH2n منفی 2. خب تعداد اتم های کربن در این فرمول جایگذاری میکنه، فرمول جمعیش به دست می آید. تعداد اتم کربن چند تا بود؟ 7 تا. پس میشه C7H 2 ضرب در 7 میشه 14 منفی 2 میشه 12. این میشه فرمول جمعی که جواب صحیح گزینه سوم. سوال بعدی، محصول تعامل CH سه رابطه CH جمع H2 عبارت است از. خب این نوع تعامل هیدروژنیشن الکاین ها هست به این صورت که CH سه رابطه CH جمع H2 رو که به این صورت نوشته میکنیم، این رابطه از این شکسته میشه و این رابطه هم از اینجی و اتم های هیدروژن میآید بروی کربن نصب میشه و محصول من میشه به این صورت CH2 دو رابطه CH2 که جواب صحیح میشه گزینه 2. سوال بعدی، نام اشتقاقی مرکب CH سه رابطه CH2 رابطه C سه رابطه C رابطه CH2 رابطه CH3 عبارت است از گزینه 1 میتایل ایتایل استیلین، گزینه 2 پروپایل استیلین، گزینه 3 دای ایتایل استیلین و گزینه آخر ایتایل استیلین. خب نامگذاری الکاین ها بر روش اشتقاقی به چه صورت بود؟
می آمدیم دو کربنی را که رابطه سگانه ما بینشان هستن مشخص میکردیم و نامش استایلین نوشته میکردیم به این صورت استایلین. درست است؟ و بقیه اتم های کربنی که با آن اتصال دارد به عنوان الکل در نظر میگرفتیم و از کوچک به بزرگ نوشته میکردیم. چون دو الکل داره مشابه با یک دیگه، پس از پیشوند چی استفاده میکنیم؟ دای. خب نام الکلی ما با دو اتم کربن چی هست؟ ایتایل. پس فرمول ما میشه دای ایتایل استایلین. جواب صحیح گزینه 3. و سوال بعدی، نام فرمول کیمیایی CH سه رابطه C رابطه C رابطه CH رابطه CH3 عبارت است از. خب برای که نام فرمول مورد نظره بر روش آیوپک، چون گفته روش اشتقاقی نگفته، پس بر روش آیوپک هسته. خب چه رقم بود؟ می اومدیم زنجیره اصلی را انتخاب میکردیم که دارای رابطه سگانه است. درست است؟ شروع میکردیم به نمبر گذاری از سمتی انجام میدادیم که به رابطه سگانه نزدیکتر باشیم، یعنی از سمت چپ. حالا نامش نوشته میکنیم. اول نمبر کربنی که دارای معاوضه هست 2 3 ببخشید. بعد نام معاوضه که الکل هست با یک اتم کربن، پس نامش میشه چی؟ میتایل. بعد نمبر کربنی که رابطه سگانه داره که 1 هست. درست است؟ و بعد زنجیره اصلی به صورت الکاین که آخرش پسوند YNE داره. چون زنجیره اصلی ما دارای 4 اتم کربن هست، پس نامش میشه چی؟ بیوتاین. پسوند YNE داره. پس جواب صحیح میشه گزینه 3 که 3 میتال 1 بیوتاین هست. سوال بعدی، محصول این تعامل کیمیایی CH سه رابطه CH جمعی HF عبارت است از. خب این تعامل را نگاه کنید، تعامل جمعی هست از نوع دوم. اگر یادتان باشه بهتون گفتیم نسب هیدروژن هلاید ها. خب در این قسمت نگاه میکنیم، رابطه پای در قسمت شکسته میشد. درسته؟ رابطه بین اتم هیدروژن و F هم در این قسمت شکسته میشد. یک تا اتم هیدروژن به سر یک کربن و یک تا اتم فلورین به سر یک اتم کربن علاوه میشد. پس فرمول میشد به این صورت CH2 دو رابطه CHF. پس جواب صحیح میشه گزینه 2. و سوال بعدی، محصول تعامل کیمیایی R رابطه C سه رابطه CH جمعی NaNH2 عبارت است. این تعامل چی هست؟ تعامل تعویضی هست در حضور سدیم اماید که با الکان ها تعامل میده. خب محصول تعامل با چه صورت میشد؟ به این صورت بود دیگه. درسته؟ R رابطه C سه رابطه C رابطه H هم که به این صورت نوشته میکنم جمع NaNH2. خب نگاه میکنم در این قسمت این رابطه شکسته میشه. رابطه بین اتم سدیم و NH2 هم در این قسمت شکسته میشد و اتم هیدروژن با NH2 تعامل میداد به صورت مولکول امونیا از تعامل خارج میشد NH3 جمعی اتم سدیم هم می آمد به جای اتم هیدروژن جایگذاری میشد. پس فرمول میشد به این صورت RC سه رابطه C رابطه NA. پس جواب صحیح میشه گزینه 2. و سوال آخر، در الکاین ها نسبت به الکان ها چند اتم هیدروژن کم هستند؟ خب برای اینکه بدونید تعداد اتم های هیدروژنش چی مقدار تفاوت داره، کافی است یک فرمول عمومی این مرکبات را یاد داشته باشین. فرمول عمومی الکاین ها CnH 2n منفی 2 که بیشتر بهتون گفتیم. فرمول عمومی الکان ها چی بود؟ CnH2n جمعی 2. خب حالا این دو فرمول رو با یکدیگر مقایسه میکنیم ببینیم که چند اتم کم داره. 4 تا اتم هیدروژن تفاوت داره. درست است؟ پس جواب صحیح میشه گزینه 2. خب شاگردای نازنین، درس امروز ما به اتمام رسید. امیدوارم که درس امروز خوب یاد گرفته باشین. شما را به خداوند بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان باشه.